ولی نامزدی عجیب و غیر قابل باور تحوین ارسلان با برادر قیس الفت. حقایق و رازهای پشت پرده زندگی تحوین ارسلان با برادر قیس الفت، جنجال‌های تازه قیس الفت با برادرش. قیس الفت در کدام کشور است؟ تحوین ارسلان مصروف چی کارباری است و دلیل دوری وی از هنر موسیقی این روزها چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تحوین ارسلان، هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان. وی هنرمند است که با صدای گیراش توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان جایگاه هنری خاصی برای خودش پیدا کند. تحوین ارسلان عاشقانه هنر موسیقیش را پیش میبرد. مدت 10 سال می شود آهنگ می سراید. آهنگهایش مورد حمایت گسترده دوزاران و طرفدارانش قرار می گیرد. در کشور استرالیا زندگی می کند. تحوین ارسلان با سرودن آهنگ‌های دوگانه با هنرمندان محلی خان کشور توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت خوب کسب کند. تازه تصاویر تحوین ارسلان در میان مردم افغانستان رد بدل می شود که وی با برادر قیس الفت نامزد شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی تحوین ارسلان با برادر قیس الفت چندین آهنگ دوگانه سرود که توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. تحوین ارسلان سفرهای متعدد به کشور تاجیکستان و ازبکستان هم داشته است و رابطه هنری خوب با قیس الفت ندارد، ولی ما آرزوی خوشبختی و موفقیت برای تمامی این هنرمندان افغان از بارگاه ایده‌الله ازال تمنا داریم. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان تحوین ارسلان به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.